اگه یه تانک آبرامز آمریکایی تا دندون مسلح یهو وسط دشت مغولستان ظاهر بشه چی میشه؟ یعنی فکر کن یه تانک 60 تنی با توپ 120 میلیمتری و تیربارهای خفن همینجوری ظاهر شه وسط قرن 13 و اطرافش پر باشه از مغولهای سوارکار مسلح به کمان و شمشیر و یه عالم انگیزه برای فتح دنیا. به نظر میرسه که آبرامز یا همون غول آهنی ما بتونه راحت قل و غمشون کنه، مگه نه؟ خب یکم پیچیده تر از این حرف هست. بریم ببینیم چی میشه. این طرف ماجرا یه غول آهنی داریم به اسم اموان آبرامز. این تانک یه توپ 120 میلیمتری داره که با هر شلیکش میتونه یه گروه کامل رو با اسب و تجهیزات بفرسته تو خاطرات تاریخ. گلوله های توپ آبرامز مخصوصا نوع هیت فایر با سرعتی حدود 1140 متر بر ثانیه از لوله خارج میشن. یعنی اگه دشمن توی 2 کیلومتری باشه فقط 1.7 ثانیه طول میکشه تا یه گلوله برسه و نصف یه گروه ها رو با خودش ببره اون دنیا. روی برجکش یه تیربار با کالیبر 50 داره که به طور معمول به مسلسل سنگین M2 برونینگ اشاره داره که از فشنگ 99 میلیمتری ناتو معروف به BMG 50 استفاده میکنه. این کالیبر به دلیل قدرت تخریب بالا در برابر اهداف مختلف از جمله زیرپوش‌ها و ساختمان‌ها کاربرد گسترده‌ای در نیروهای نظامی داره که البته ما از این تیربار برای کوبیدن دشمن‌های مزاحم در این سناریو استفاده می‌کنیم. در کنارش یه تیربار خفن دیگه هم هست که معروف به تیربار 7.62 میلیمتری که برای درگیری‌های نزدیکتر استفاده میشه. سرعت اولیه گلوله در تیربارهای 7.62 میلیمتری بسته به نوع مهمات و سلاح متفاوت است، اما به طور کلی در محدوده 700 تا 850 متر بر ثانیه قرار داره. به عنوان مثال سرعت گلوله در تیربار پیکی حدود 810 متر بر ثانیه است. در تیربارهای 7.62 سرعت گلوله میتواند تا 845 متر بر ثانیه نیز برسد. داخل تانک 3 نفر نشستن: راننده، توپچی و سروان کلمن. یه نظامی کهنه‌کار که اینقدر جنگ دیده دیگه گلوله ها رو با چاشنی قهوه میخوره. در طرف مقابل یه لشکر 5000 نفره از سواران مغول داریم که خیلی سریعن، چابک و وحشی و البته بیخبر از اینکه قراره با چیزی روبرو بشن که حتی واژه‌هاش هنوز اختراع نشده. همشون با تیر و کمان‌های مرکب، شمشیرهای کوتاه و زره‌های سبک آماده حمله هن. اما هیچ کدوم تا حالا صدای شلیکی توپ مدرن رو نشنیدن. اولین موج مغول‌ها از دور نمایان میشن. سروان کلمن زوم میکنه، یه گلوله هیت فایر میفرسته سمتشون. گرد و خاک بلند میشه. چندین اسب و سوار با هم پرتاب میشن. چند ثانیه سکوت، بعد فریاد و حمله. مغول ها فکر میکنن این یه جور جادوی شیطانیه، ولی دست بردار نیستن. همچنان حمله میکنن. تانک پشت سر هم شلیک میکنه. توپچی با دقت تمام هر 10 ثانیه یه گلوله میفرسته وسط دشمن. تو همین اوایل کار چیزی حدود 70 تا 90 نفر برپر میشن. در این هنگام چون تمام سوار نظام ها اسب دارن پراکنده میشن و تقریبا با شلیک توپ تعداد تلفات کمتر میشه. به خاطر پراکنده شدن سوارها دیگه با توپ امکان درگیر شدن نیست، چون دشمن هر لحظه داره نزدیکتر میشه و امکان سقوط غول آهنی ما هست. هر گلوله هیت فایر که از لوله 120 میلیمتری آبرامز شلیک میشه مثل یک پاره سنگ آتشفشانی فرود میاد. نقطه برخورد رو با شعاع 5 تا 10 متر میسوزونه و له میکنه و تلاشی میکنه. اگه یه نفر خوششانس باشه و تو شعاع 15 متری باشه چی؟ خب فقط قطع وز میشه. ولی اگه تو شعاع 5 متری باشه چی؟ مستقیما بلیت میگیره برای آخر خط. حالا تیربار برجک وارد عمل میشه. تیرباری با کالیبر 50
مثل اره برقی در ابعاد انسانی عمل میکنه. هر سری شلیک چند تا مغول و اسب رو نقش زمین میکنه، ولی مغول ها میفهمن باید بیشتر پراکنده بشن. شروع میکنن به پخش شدن، حمله از جناحها. از اینجا به بعد دیگه تیراندازی ساده نیست، تانک باید حرکت کنه. سروان کلمن دستور میده حرکت کنن به یه بلندی. تانک با نعره موتور توربینی به سمت یه تپه کوچیک حرکت میکنه. در مسیر تیربار هم محور فعال میشه و موج سوارا رو پاره پوره میکنه. مغول ها دست بردار نیستن، حمله از 3 جهت انجام میشه. حالا دیگه خدمه باید تصمیم بگیرن کدوم سمت رو بزنه. حالا بعضی از مغول ها تا فاصله خیلی نزدیک رسیدن، با نیزه به بدنه تانک میزنن. بعضی ها سعی میکنن با شمشیر بدنه تانک رو سوراخ کنن، اما نمیدونن تانک بدنه فولادی و ضد گلوله داره و تقریبا غیر قابل نفوذه. اما یه مشکل جدی در راهه: سوخت. تانک آبرامز با موتور توربینیش درست مثل جت کوچیک عمل میکنه و جت کوچیک یعنی مصرف سوخت بزرگ. با این همه حرکت و شلیک باک 1900 لیتریش حد اکثر تا 5 یا 6 ساعت جواب میده. در این مدت نبرد تقریبا نیمی از سوخت مصرف شده و در صورت درگیری سنگینتر شاید فقط 3 ساعت بیشتر دوام نیاره. یعنی غول آهنی ما داره نفسهای آخرشو میزنه. توی همین درگیری ها سروان کلمن داد میزنه برو روشون. راننده هم گاز میده. تانک با سرعت حدود 40 کیلومتر در ساعت از دل مغول ها رد میشه. با تمام شدن مهمات، داغ شدن تیربارها و کم شدن سوخت، تانک بیشتر شبیه به یه سنگر آهنی متحرک میشه تا یه هیولای مرگ. مغول ها دوباره با موج جدیدی حمله میکنن. میفهمن که غول ضعیف شده. آروم آروم احاطه‌اش میکنن. سواره ها از اطراف میان. یکی از برجک تانک بالا میره، یکی با مشعل نزدیک میشه، یکی سعی میکنه از دریچه های دیدبانی تانک نیزه رو داخل کنه. چند نفری هم سعی میکنن به ورودی های تانک نفوذ کنن. سروان کلمن بی مهمات و خسته فقط سکوت کرده. از اون بیرون صداهای پای اسب، داد و فریاد مغول ها، صدای فلز کشیده شده روی زره ها شنیده میشه. الان تقریبا بعد از گذشت 3 الی 4 ساعت سوخت غول آهنی دیگه تموم شده. دیگه آخر بدبختیه. حالا باید سرنوشت خودشون رو قبول کنن و چیزی جز شتافتن به دیار باقی نیست. چون مغول‌ها اگه نتونن وارد تانک بشن قطعا تانک رو آتیش میزنن و این یعنی پختن 3 نفر توی یه دیگ بزرگ آهنی. خب در نهایت بیاین حساب کنیم ببینیم تا اینجای کار چند نفر از ارتش مغول‌ها باقی ماندن. در اینجا 100 تا 300 نفر رو اگه بتونه با توپ زده باشه، 150 تا 200 نفر رو با تیربار 50، 300 تا 400 نفر رو با تیربار 7.62 میلیمتری، 300 تا 360 نفرم تو بهترین حالت با زیر گرفتن. در آخرم در مجموع میشه 1200 تا 1300 تا کشته. بازم هنوز 3500 تا مغول کار کشته هستن و واویلا